ضمن خوش آمد به شما آقای کدخدایی و تشکر از اینکه دعوت ما رو پذیرفتید و در این برنامه شرکت کردید. نخستین سوالی رو که خدمت شما مطرح میکنم این هست که به نظر شما مهمترین عوامل ناامنی در این دوران انقلاب به طور کلی در استان سیستان و بلوچستان و به ویژه در روزهای اخیر رو در بلوچستان اگر شما به صورت تیتروار برای مردم ذکر بکنید در چه مواردی میبینید؟ آقای کدخدایی ظاهراً مایکتون بسته هست، اگر مایکتون رو باز بکنید ممنون میشم. با سلام و درود به شما و بینندگان شبکه جهانی کلمه و سیمای بلوچستان. ببین، ناامنی‌هایی که کلاً در بلوچستان هست ریشه در واقع مسئله خود سیستم و نگاه امنیتی هست که حاکمیت داره. نگاه امنیتی در واقع به این شکلی هست که نگاه امنیتی که به بلوچستان دارن از زمان شاه شروع شده و در زمان آخوند هم ادامه داره و این نگاه به این شکلی هست که مردمی که در بلوچستان هستند به طور کلی جزء افراد ناامن هستند، ناامن نسبت به حاکمیت، ناامن نسبت به ایران. بنابراین تمام طرح‌ها و پروژه‌هایی که حاکمیت داره، رژیم داره، دولت‌ها در ایران دارن به این شکلی هست که بلوچستان را به شکلی به یک نمونه‌ای مردم را به طرف نابودی بکشانند. چون به خاطر اینکه زمانی که منطقه‌ای که در زمره امنیتی قرار میگیره، امنیتی به این شکلی هست خب شما دشمن هستی. زمانی که مردم بلوچ دشمن هستند، بنابراین سیستم و نظام هیچ موقع طرحی را اجرا نمیکنه که به نفع مردم بلوچ باشه. معمولا خب با دشمن همیشه مبارزه میکنن که به شکل‌های مختلفی نابودش بکنن. بنابراین تمام طرح‌هایی که معمولا تا به حال رژیم پیاده میکنه به نحوی به شکلی بر اساس نگاه و دیدگاه سوالی که مطرح میشه آقای کدخدایی، سوالی که مطرح میشه این هست که چرا اصولا نظام باید به بلوچ و بلوچستان یک نگاه امنیتی داشته باشه؟ اشکال کار در کجاست؟ آیا بلوچ ها اونطوری که نظام مطرح میکنه آدم هایی هستند که به دنبال این هستند که امنیت ملی کشور رو به خطر بیاندازند، یا نه اشکال در جای دیگر هست؟ اونطوری که بلوچ ها میگن که چون ما اختلاف مذهبی داریم با حکومت و نظام حاکم بر تهران و یک نظام ایدئولوژیک هست و چون ما اختلاف قومی داریم با نظام حاکم بر تهران و نظام یک نگاه در واقع قومی و ناسیونالیستی هم به جریان داره و ما رو محروم نگه داشته، علت‌هایی هستند. به طور کلی میخوام از شما بپرسم که چرا باید نظام به بلوچستان یک نگاه امنیتی داشته باشه؟ دقیقا نظام کلا به سه نکته از ایران نگاه امنیتی داره: بلوچستان، کردستان و اهواز، و بر اساس مسائلی که در هر منطقه هست طرح‌ها و پروژه‌هایی داره که به اصطلاح مردم بلوچ یا کرد یا عرب را جزء دشمنان خودشون حساب میکنن، تهدید هستند. این پروژه ها به شکل‌های مختلف معمولا ادامه میدن. از جمله طرح تقسیم بلوچستان بخشی از مسائل امنیتی هست، چون زمان گذشته اینطوری بود. بلوچستان معمولا به 4 استان تقسیم کردن که کوچکتر بشه. الان این طرحی که دارن میخوان به 4 استان دیگه تقسیم کنن، یعنی کل بلوچستان ها میخوان به 8 استان تقسیم بکنن تا کوچکتر بشه، ضعیف‌تر بشه، دستپاش قطع بشه و از بین بره. سوال من بازم شما آقای کدخدایی شما به سوال جواب ندادید. در واقع سوال من دقیقاً این هست که چرا باید بلوچستان نظام به دنبال این باشه که بلوچستان تقسیم بکنه؟ چرا به دنبال این باشه که مثلا بلوچستان فقیر و محروم نگه داشته بشه؟ چرا نگاه نظام به استان و به بلوچستان یک نگاه امنیتی است؟
اشکال کار در کجاست؟ بله چون نگاه امنیتی داره میخواد بلوچستان رو تقسیم بکنه، اما چرا میخواد این نگاه امنیتی از کجا ایجاد شده و چرا میخواد بلوچستان رو تقسیم بکنه؟ نگاه امنیتی رو اگر ما نگاه بکنین از زمانی که رضا شاه معمولا به بلوچستان حمله کرد و در واقع این منطقه را گفت من فتح کردم و از زمان قاجار هم به همین شکلی اینا بر اساس اختلافات قومی و مذهبی که وجود داره معمولا کسانی که در حاکمیت قرار دارن غیر بلوچن، یعنی بلوچه هیچ موقع در حاکمیت در ایران نبودن، بنابراین الان سرزمین بلوچستان به شکل مستمره اداره میشه و این استعماری که استعمار داخلی هست یعنی حاکمیت دیدگاه خود را بر اساس اون استعمار داخلی و امنیتی که فکر میکنه اونا فقط فکر میکنن که بلوچستان خطری برای ایران هست، بنابراین تمام تلاششون این هست که مردم را عقب نگه دارن، جاده نسازن، بیمارستان درست نکنن، غیر بلوچ استاندار بذارن، چون بخاطر که زمان شما مسئله امنیتی شد خود یعنی دشمن هستی، دشمن که شغل نمیدن، استاندار نمیکنن، اعتماد نمیکنن. بنابراین اختلافات قومی و مذهبی دلایل اصلی این مسائل امنیتی هست و اختلافاتی که اینجا هست کلا مرکز در نظر گرفت. علاوه بر خود رژیم بخشی از اپوزیسیون هم نگاه امنیتی دارن به مسئله بلوچستان و کردستان و خوزستان و اهواز. بنابراین این فقط مختص جمهوری اسلامی نیست بلکه یه دیدگاه تفکری هست که در جامعه مرکز نهادینه شده و این تفکر ادامه داده میشه. بنابراین در این راستا طرح‌ها و پروژه‌های مختلفی در بلوچستان دارن اجرا میکنن. طرح شوشتری بود که مسلح کردن یه سری اشایر بود و طرح‌های مختلفی دارن اجرا میکنن به این شکلی که مردم بلوچ رو از لحاظ اقتصادی در فقر نگه دارن، تحصیلات پایین بیا، مدارس کپری باقی بمونن، مردم بی سواد باشن، بیمارستان نباشه، جاده نباشه و این طرح‌ها کارخانه نباشه، چون به خاطر اینکه تمام اینا بر اساس اون نگاه و دیدی که مرکز داره نسبت به بلوچستان این طرح‌های بزرگ و کوچک دارن اجرا میشن. نام کردن بلوچستان به دست افراد سپاهی بسیجی خب بخشی از اون طرح نگاهی هست که حاکمیت داره نسبت به مردم بلوچ.